برخی ضحاک را همان آژیدهاک آخرین پادشاه ماد می‌دانند که توسط کوروش سرنگون شد، ولی فردوسی بزرگ داستان او را در قالب اسطوره ایرانی با شمایل تازی نقل می‌کند که در سالهای طولانی حکومتش راستی و عدالت و آزادی را به نابودی کشید. او خردمندان را به بند کشید و پلیدان را بر مردم مسلط کرد و هنرمندان را خوار و جادوگری و خرافه را رواج داد. او فقط به کجروی و غارت و کشتن می‌اندیشید. او که در بیداد و ستم زیاده رو بود، از آینده‌اش بیمناک و دست به کشتار جوانان زد و در اوج استبداد ترس سراسر وجودش را پر کرده بود. فردوسی مبارزه با ضحاک را با شمشیر می‌داند و عاقبت با قیام سازنده شمشیر کاوه آهنگر و فرماندهی فریدون ضحاک به بند کشیده شد. مهم آن است که ضحاک کشته نمی‌شود، بلکه در چهره هر ستمگری دوباره باز می‌گردد و دوباره شمشیری و خردمندی باید که به ستم او پایان دهد.